هستی خودتو معرفی کن قبل از اینکه خودم این کار بکنم. اوه، خب میخوای اینطوری شروع کنیم؟ باشه. سلام، من دیانا. تصمیم گرفتی آهنگ بنویسی و بخونی. چرا الان؟ سالها بود ترانه هامو با خودم زمزمه میکردم، ولی حالا دیگه گفتم وقتشه که به گوش اونم برسه. آماده ای همه چی رو ریس کنی؟ دیانا آذر. نه فقط آمادم، منتظرشم. چه کسی زخماشو درداشو یادش بیاد. صدا گاهی میتونه مثل تیغ برنده باشه تا حقیقت رو از زیر پوست بیرون بکشه. اگه میخوای ادامه داستان رو بدونی